همیشه بخند و سر و ببر از دلا، دوباره بلند شو امیدو ببر از کجا، با پرچم بالا هم سفر ما هر بگیر از گویا، از شب شب غم تا سحر ما جانمون از فردا، هر پنجشنبه با ما پیک شادی. با گرمترین سلام ها و بهترین آرزوها پیک شادی این هفته رو تقدیم حضورتون میکنیم و در همین شروع برنامه صمیمانه ترین درودهای دستاندرکاران پیک شادی رو تقدیمتون میکنیم. درود میفرستیم به همه ایرانیان آزاده‌ای که در هفته‌ها و روزهای اخیر جهان رو از طنین صدای مردم ایران پر کردند و خروش کانونهای شورشی رو با فریاد رسا بازتاب دادند. امیدواریم که برنامه این هفته پیک شادی هم مورد توجهتون قرار بگیره و بتونه خنده رو بر لب‌هاتون بنشونه و شادی رو به دل‌هاتون بیاره. برنامه رو با خبر تو خبر شروع می‌کنیم. هفته خبر تو خبر داره براتون از اقتصاددان‌های حکومتی که خبر از زلزله 10 ریشتری میدن. ما در آستانه کاهش ارزش پول ملی به شدت قرار گرفتیم و وقتی که ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کنه، جمله شما رو بگم. بله، جمله شما ترجمهش میدونین چی؟ یعنی زلزله 10 ریشتری تو. یعنی شما دارید میگید در آستانه ابرتبرک. بوفالوی ولایتم که طبق تجربه خوب میتونه زلزله رو تشکیل بده میگه کار داماد من نیست، کار دشمنای نظامه. برادران و خواهران، این مسئله ارز و با این آوردن ارزش پول ملی که به عنوان یک بلا دامنگیر معیشت شما شده است، از نوع همان موشک‌ها و بمباران‌هایی هست که اون روز دشمن انجام میداد، امروز به این شکل درست میکنه و این بیبندوباری‌ها و کشف حجاب‌ها هم از همون نوعه. تمام مهره‌های نظام ولایت وقتی که نوبت به پاسخگویی میرسه همین اراجیف رو میگن. یه نمونه رو ملاحظه کنید. آیا قیمت کاهش هم خواهد داشت؟ برای چی کاهش داشته باشه؟ نمیدونم، برای اینکه گرونه. الان مردم وضعشون نمیرسه بخرن. خیلی چی گرونه؟ گوشت. ما گوشت حرف میزنیم. ما داریم گفتم به قیمت 50-60 هزار تومان به ضرر داریم. نه که شما میفهمید. نه، من قیمت مصرف کننده شو حرف میزنم. بله. و قیمت به دست من مصرف کننده برسه. شما حساب کنین توی کشور بحث ایران خودرو پراید داره روز به روز بالا میره. حالا گوشت ما گران شده. آخوند رئیسی هم طبق معمول یا داره خالی میبنده و سوتی میده یا داره خاطراتش رو مرور میکنه. قیمت گوشت 5 برابر، قیمت خودرو 8 برابر، مسکن 7 برابر. این وضعیت چطور مردم تحمل کنن؟ ما حتما باید اقداماتمون منجر بشه به این که تورم به نیم و بعداً هم انشالله به صورت یک رقمی کردن حرکت کنه. اعضای کابینه هم جیب و کلاهشون رو چسبیدن و همه چی رو ول کردن. دلامون دلارون ولش کن، در غصه رو کاگلش کن، دیگه سخت نگیر و شلش کن، بابا بس دیگه. اینجاست که آخونده و بسیجی ها به شرشر میافتن و چنین اعترافاتی میکنن. دشمن یک هجوم عجیب و غریب پیچیده رو داره در واقع اینجا اجرا میکنه توی کشور ما. هجوم بی سابقه ای که
حتی بچه‌های متدین، بچه‌های حزب اللهی، بچه‌های بسیجی، آدم‌هایی که خودشون پای کار انقلاب و نظام بودن هم گاهی اوقات کم میارن، یعنی یه جاهایی میبره طرف دیگه. من دیگه از چی دفاع بکنم مثلا؟ یعنی این معلوم میشه که دشمن داره ضربه ها رو مهلک وارد میکنه، پیچیده داره میشه کار. این هم یک فقره از پیشبینی‌های پاسدار سلامی درباره آینده نظام. اگر ما خطا کنیم ممکنه برای همیشه محو بشه. مشنگستان این هفته رو با این جمله عظما شروع میکنیم که حتما همتون شنیدید. آیا مشکل اقتصادی با آتش زدن سطل آشغال حل میشه؟ با آمدن و اغتشاش کردن تو خیابان حل میشه؟ خب اینا خیانت بود، بلا شک خیانت بود و دستگاه‌های مسئولم برخورد جدی و عادلانه میکنن با خیانت و باید هم بکنن. حافظه تاریخی مردم ایران خیلی خوبه و به خوبی یادشون هست که چند دهه پیش شاه هم جمله مشابه شیخ رو گفته بود. خودتون مقایسه کنید. همون اندازه‌ای که کسی به مملکت خیانت بکنه محال من بگذارم، برای اینکه حق ندارم. اصلا سوگندی که من یاد کردم برای حفظ این مملکت این درش مستتره. کسی که به این مملکت پس خیانت بکنه با سوگندی که من خوردم باید نسبت به این شخص کاملا بیرحم باشم. حالا که تا اینجا اومدیم یه جمله هم بشنویم از ولیعهد واقعی شاه، یعنی امام مشنگ ها. از جمله چیزهایی که باز مغزهای جوانها را مخدر است و تخدیر می‌کند موسیقی است. مثل همون فریاد می‌بینیم، این فرق با اون فرق نداره. اون یه جور خلصه میارد، این یک جور خلصه میارد. رادیو تلویزیون رو تبدیلش کنید به رادیو تلویزیون آموزنده. موسیقی را حذف کنید، نه ترسید از این که به شما بگم که ما موسیقی را حذف کردیم کنه‌پرست شدیم. باشه، ما کنه‌پرست. اینطوری بود که آخوندا از یه طرف راه موسیقی و هنر رو بستن، از اون طرف هم به آخوندا و روزخونها میدون دادن. جواب مردم به این جماعت رو هم از زبون این آخوند کج استیل بشنوید. طرف ما رو دعوت کرد روزه، رفتم روزه میبینم هیچکی نی. گفتم مهمونا نیومدن؟ گفت مهمون نداریم. گفتم من برای کی روزه بخونم؟ گفت خودم هستم، خانومم هست، 2 بچه‌ام هستن. اخلاص داشته باش حاج آقا، حتما باید جمعیت باشه، پاکتش هست. گفتم خب همین مهمه. حالا این همه جمعیت باشه پاکت ندن، ها خدا هدایتشو کنه، چه فایده داره؟ چه فایده داره؟ هر کسی وظیفه‌شو باید بشنوه. مسئول مالی جلسه کی؟ گوش میدی چی میگن؟ گفتم باشه پس جمع بشید من صحبت کنم، روزه بخونم برم. گفت نه اول شام بخوریم. گفتم چه بهتر. شام خوردیم، گفتم شروع کنیم. گفت نه میوه بخوریم. خودش قد 3 تا آخون حرف میزد. یه مرتبه میشم شد 12 شب، گفتم بخونم. گفت نزوده. گفتم مگه آخون در بس گرفتی؟ خلاصم کن. گفت حاج آقا زوده. گفتم اگه الان نخونم میرم. گفت پس صبر کن، شام خوردی حلالش کن. آقا رفت میکروفون از این آمپلیفای دستی آورد و گذاشت و بزن. گفتم مرسوی 12 شب خونه آپارتمانی 4 تا مستمع، میکروفون میخوای چیکار؟ گفت همسایه ما دیشب سگ آورده بود تا صبح وق وق میکرد، منم امشب شما رو آوردم حالشو بگیرم. گفتم خیلی بیشوری، خیلی بیشوری. چند وقت پیش کلیپی از یک هموطن آبادانی ماهی فروش تو فضای مجازی وایرال شد که مثل بلبل انگلیسی صحبت میکرد. حالا این شما و این مقایسه کاربران فضای مجازی. Thank you very much. You know, Saudi Arabia is important countries in the region. We are neighboring in the region. There is no any problems at the level of bilateral issues between Tehran and Riyadh, I believe personally. But we have different idea about situation in the region, especially in Lebanon, in Iraq, in Syria, and in Yemen.
Hi. Hi. How you doing? Hi, good morning. How you doing, sir? You're welcome. It's Saturday. We began today the weekdays of the week with our, new shipment which has just arrived from Hendijan Port. You see the cobia one, and you see the grouper. It's a fresh just catch last night, and the sea bass fish, and the carp, and red mullet, and the grouper, and the other fish which the shrimp has been available just sprout for our shop. This morning I will be happy to serve our customer in the best way, and you're welcome. Thanks a lot, and I appreciate we are waiting for our customer. Thank you. Thank you. اگه میخواید بدونید تو نظام ولایت چه دزد بازاریه، هیچ تحقیقی نمیخواد بکنید، فقط همین کلیپ کوتاه رو ببینید. یوزر پسش فقط دست معراج پسرتون هست، درسته؟ آقا معراج خب سمت‌های مختلف و زیادی دارن توی هیئت فوتبال، این فشار رو شما زیاد نکرده؟ ازتون سوال نمیپرسن که چرا اینطوری هست؟ حالا درست پسر من هست، اما داره کار 4 نفر رو برای من انجام میده. این فردی که برای من به راحتی نامه‌ها رو میشینه مینوت میگیره و چندین کار رو انجام میده، به نظر من مدیر ویژن هم هستن؟ بله. بعد مسئول کمیته فنی مسابقات هم هستن، مدیر رسانه هیئت فوتبال هم هستن، مدیر امور اداری هم هستن، اداری هستن، مسئول چینش ناظران هم هستن، مسئول سامانه نقل و انتقالات هم هستن. به جای 2-3 نفر کار نمیکنه، به جای 7-8 نفر بنده خدا. بله چندین نفر کار میکنه. یعنی حتی من دیدم اسامیرم تو این آیتم بود که ایشون میخون تو استادیوم آزادی، یعنی به جای 9 نفر. بله. نه درسته. خب بقیه از خانواده‌تون که میگن کار میکنه شما تایید میکنید؟ ببینید اگه شما برادر همسرتون آقای خوشبخت باهاتون همکاری میکنن؟ ناظر که ببینید هر کسی که در واقع من یه فامیل من شد دیگه نباید بیاد هیچ گونه در واقع کاری انجام بدن. خواهر محترمتون هم چی تو تیم پزشکی هستن؟ مثلا آقای ملک احمد هم که با جناب آقا برادرتون هستن، ایشون تو کمیته انضباطی نیستن. ایشون در واقع ببینید از زمان بچگی که همکلاسی بودن. چه ربطی داره اصلا به اینکه شما نمیخوام بگم تعداد آشناهاتون زیاد نیست توی هیئت فوتبال. این هم تصویری از خالی بندی یکی از کارگزاران رژیم و واکنش جالب توجه یک هموطن. بحث ایمنی مسافرین محترم باید اطمینان حاصل میشد که سیستم ترمز حتما میده. همکاران من در اون دمای منهای 30 درجه تا منهای 25 درجه مشغول کار بودن. خدمت شما عرض کنم که خب در اون برف و در اون ساعت شب و تلاش کردن که بتونن سیستم ایمنی رو برای سیر قطار فراهم کنن. یک تعدادی از مسافرین در نمازخونه ایستگاه مستقر شدن. در پایان توجه شما رو به هنرنمایی یک گروه موسیقی جلب می‌کنیم که با کمترین امکانات بهترین اجرا رو دارن. نداره راهی ترهشه دیگه با سازما کلشه میلرزن از ترس ملاها لنگا بالا پاسدارای خورده پاک آش و لاش و پخشن، اما کل گنده هاشونم که میریزن میرن.
هسته ای رو مخفی کن که اوضاع خیت سیدلی، یعنی دیگه گور تو قشنگ بکن. عظما وقتی بز میاری هی مینالی از خماری، دشمنا دارن میان با مشتای خفن نداره راهی تهشه دیگه باساز ما کلشه میلرزن از ترس مله ها لنگا بالا. نه مجلست یه دست شد و نه دولتت یه کاسه شدش رئیسی، غل بکن تو کوچه ها فشش میدن اوزی تو این وضع هچل، پیاده شو بزن بغل حرف ما تو گوش بکن، فکر سوراخی موش بکن. نداره راهی تهشه دیگه باساز ما کلشه میلرزن از ترس مله ها لنگا بالا. سالهاست که مهره‌های دیکتاتوری ولایت فقیه مشغول دکتربازی و دکترسازی هستند. وقتی جلادی مثل رئیسی تبدیل میشه به دکتر رئیسی، دیگه تکلیف باقی مهره‌ها روشنه. یکی از این دکترها یک کیلویی پاسدار سبزوار رضایی یا همون کاندیدای مادام العمر ریاست جمهوری در نظام آخوندیه که الان عنوان مشاور اقتصادی آخوند رئیسی رو هم یدک میکشه. همون که مدعی معدل دکتراش 19.5 و قرار بود پول ایران رو قوی ترین پول منطقه بکنه. حالا تو این روزها با وجود جهش‌های سرسام‌آور قیمت دلار، بریم ببینیم که جدیدترین تزهای اقتصادی این پاسدار دزد چیه. با سلام به مقام عظمای ولایت ابر اقتصاددان عالم امکان. بنده سبزعلی رضایی دارای دکترای اقتصاد با تخصص لاشخوری اکونومیک می باشم. نمره دکترای بنده هم 19.5. همه سوالات را جواب دادم. فقط سوال بود که درباره مهار تورم و قدرت خرید و حفظ ارزش پول ملی و رشد اقتصاد بود که نیم نمره داشت. او را بلد نبودم، 19.5 شدم. دوستی از من پرسید سبزعلی تو از کی تصمیم گرفتی دکترای اقتصاد بشی؟ گفتم از وقتی که امام گفت اقتصاد مال خره. بهترین خاطرات من همان سالهای دانشگاه. یادش به خیر 6-7 تا دکتر اقتصاد پول میگرفتن میآمدن به من درس میدادن. من هم تخت میگرفتم میخوابیدم. خیلی حال میداد. روز امتحان هم خیلی باحال بود. استاد میگفت بنویس خیار، من مینوشتم چنار. گفت بخوان، خوندم منار. بعد چک رو امضا کردم، او هم دکترای من رو امضا کرد. من فعالیت‌های اقتصادی خودم رو با گروگانگیری شروع کردم. الانم یکی از تزهای اقتصادی من همینه که غربی‌ها رو گروگان بگیریم، به جاش بگیم آمریکا قیمت دلار را بیار پایین. البته راه حل‌های دیگری هم دارم. یکی از راه حل‌ها اینه که بیاییم اسم کشور رو عوض کنیم. اون وقت هر کی گفت تحریمتون کردیم میگیم به ما چه، اسم کشورمون یه چیز دیگه است. یکی دیگر از راه حل‌های من اینه که یه صفر از پولمون کم کنیم. اینجوری هم دلار میشه 6000 تومان، نقشه های دشمن هم نقشه بر آب میشن. الان وضعیت مملکت طوریه که هر خری در نظام راجع به هر مسئله نظر میده که این از دستاوردهای آقای رئیسی هست. مردی که با مدرک 6 ابتدایی به عنوان سوزنبان لوکوموتیر قطار پیشرفت پا را گذاشته رو گاز با چنان سرعتی میره که همه توی قطار به سرگیجه و دلپیچه افتادن. در پایان حرفام را با خاطری از مقام عظما به پایان میرسانم. یک شب نشسته بودیم پای منقل. گفتم مقام عظما میخوام کاری کنم ریال ایران قوی ترین پول منطقه بشه. حضرت آقای نگاهی تو چشمام کرد، گفت خوشم آمد. معلوم شد موادی که امشب زدیم قوی ترین مواد منطقه. فرار به جلو از شگردهای شناخته شده آخونداست. یعنی درست تو شرایطی که وضعیتشون بحرانی میشه و وقتی که توی تنگنا قرار میگیرن، یک مرتبه یک فیلی هوا میکنن تا بگن همه چیز مرتبه و به قول خودشون در اوج اقتدارن. مثلا از سوریه تا شهرهای ایران همینطوری دارن میخورن و انفجار پشت انفجار. اون وقت یک مرتبه میان از موشک‌های جدید و زیرزمینیشون رونمایی میکنن. یا به عنوان مثال
اقتصادشون در آستانه فروپاشیه، بعد یک دفعه نمایشگاه فناوری راه میندازن و خامنه‌ای رو میبرن اونجا تا نمایش بازی بکنه. با این مقدمه بریم به فینیتو و ببینیم که اونجا چه نمایشگاهی راه افتاده و داستان چیه. روزی روزگاری یک نمایشگاه فناوری دانش بنیان در فینیتو برقرار شدندی. کت خدا هم رفت برای بازدید. کت خدا این ویروس پز ناکرو می باشندی. آورین چطوری کار میکندندی؟ دانش بنیانه؟ والا بیشتر پشمک بنیانه. ویروس ناکرو را در دیگ میریزیم و میجوشانیم تا همگی به اشد مجازات برسندی. آورین این چیه؟ گاو منو چرا آوریدندی؟ کت خدا این گاو زلزله یا می باشندی. قبل از زلزله ما می کنندی، همه می فهمندی. خب این کجایش دانش بنیان است؟ دانش بنیان نیست تا پاول بنیان می باشندی. خفه کرخر شلشل اینجا چه کار میکندندی؟ کت خدا این کرخر ایرباس می باشندی. اینها هم بالهایش هستند، همین میپرندی. کت خدا سوار کرخر پرنده شو، دشمنان ببینند و از اقتدار فینیتو بر خویش همی بلرزند. قربون عمه جانتون برید با این نمایشگاه فناوریتون. کرخر پرنده، کت خدای چرنده. سپاه تروریستی پاسداران یکی از اهداف شعارهای مردم در جریان قیام سراسریه. شعارهایی مثل بسیجی سپاهی داعش ما شمایید یا امسال میده کشته سپاه مرگ بر کل نظام از جمله شعارهای مردم و جوانان به پا خواسته علیه سپاه خامنه‌ای بود. شعاری که تا پارلمان اروپا هم رفت و قطعنامه‌ای در رابطه با لیست‌گذاری سپاه صادر کردند. حالا سپاه برای اینکه ضربه‌هایی که خورده رو جبران بکنه داره خودشو به در و دیوار میزنه. یه روز ترانه درست میکنه، یه روز سلبریتی خرجشون میکنه، یه روزم براشون تولد میگیره و کیک سپاهی درست میکنه. این هم عکس مضحک کیکشون. در روزهایی که مردم ایران حتی توان اولیه ترین مایحتاجشون رو هم ندارن و گرانی روز به روز سرسام‌آورتر میشه، پاسدارهای دزد و قاتل برای خودشون جشن میگیرن و از این کیک‌های مضحک درست میکنن. البته این اقدامات فقط خشم و نفرت مردم ایران رو بیشتر میکنه. مردمی که شعار میدن و میگن ساواکیا سپاهیا دیگه تموم ماجرا. بریم ببینیم که دوستانمون در کامنت برای این هفته به چه خبرهایی میپردازن و چه کامنت هایی میدن. سلام، وقت همگی بخیر. با یک کامنت دیگه در خدمت شما هستیم. منم سلام عرض میکنم و امیدوارم که این هفته هم فرصت همراهی ما رو داشته باشید. خب من طبق معمول شما شروع. بله خواهش میکنم. تعدادی از دوستان پیشنهاد کرده بودن که کامنت رو با یه جوکی لطیفه‌ای چیزی شروع کنیم. منم جوک آوردم، نه یکی 11 تا جوک آوردم، همه 2023 جدید. بفرمایید. بخشی از وعده‌های انتخاباتی آخوند رئیسی، ساخت 4 میلیون مسکن، اینترنت رایگان برای دهک‌های پایین، رونق اقتصاد فضای مجازی. نه مهران فکر ما رو بکن، اون وعده داده، ما دیگه تحمل ما رو هم داشته باش. ظرفیت بالایی، ظرفیت ما رو هم دیگه. ببین اصلا چه اسمش گذاشتی جوک؟ هر چی وعده داده عمل کرده. مثلا گفته 4 میلیون مسکن ساخته. نگفته کجا میسازیم که یمن ساخته، سوریه ساخته، لبنان ساخته. مهم نفس ساختن. اصلا مکانو نگفت. زیاد ریز شد کجا ساخته. اونم که نگفت من کجا میسازم. گفت میسازیم. راست می از این زاویه نگاه کنی اصلا هیچ وعده ای نیست که عملی نشه. مثلا رونق اقتصاد فضای مجازی، اینستاگرامو فیلتر کرد، اصلا رونق تازه‌ای داد به فضای مجازی. سرعت رئیسی تو تحقق وعده‌هاش بالاست که وقت اضافه آورده رفته سراغ وعده‌های جدید. وزیر ارتباطاتش گفته یه سیم کارتایی ساختیم مخصوص گردشگرای توریستایی که میان ایران که اینا بتونن به راحتی از واتساپ و اینستاگرام استفاده کنن. اینا فقط برای توریستا دیگه.
بعد مردم ایران چی؟ مردم ایران که گفتی که من اون کارشناس حکومتی نگفت چند سال پیشم گفت مردم ایران اگه این شرایطو نمیخوان جمع کنن برن. ببین رژیم آخونده، توی رژیم آخونده مردم ایران اگه میخوان زنده بمونن یا اینترنت داشته باشن یا باید ایرانی نباشن یا اگه ایرانی هستن تو ایران زندگی نکنن. حالا الان فرمایش شما که متین، اما الان اینو نگاه کن، این اصلا یه چیز دیگه میگه، این اصلا از یه فاز دیگه ای صحبت میکنه. ببین اینو. همه ایرانیانی که بعضن در خارج از کشور مرتکب یک سری اقدامات مجرمانه میشن، زمانی که وارد خاک ایران میشن باور کنید انگار که همون روز از مادرشون متولد شدن. اصلا نحوه نگهداری، پذیرششون، اصلاحشون، اصلا نحوه زندانبانی که در نظام جمهوری اسلامی ایران وجود داره باور کنید در هیچ رژیم حاکم در روی کره خاکی وجود نداره. میگه وقتی از خارج نفر میاد ایران میره تو زندان رژیم، همین که وارد زندان میشه انگار از مادر متولد شده، چنین حسی داره. این حرفش هم غلط نیست. این هم درسته. این هم درست، کاملا درسته. هر کاری که تو هر جای دنیا مجرمانه است توی رژیمی که آخونده حاکمن عین ثوابه. تازه من بگم نفر بوده که اومده به جایی که از خارج اومده ایران، به جایی که بره هتل اول رفته جلوی اوین گفته مستقیم گفته شلاق نزنید برمیگردم، بلیت برگشت جیبمه. یا این نفر است گفته ببین من میخوام سر جرمایی که نکردم هنوز ممکنه در آینده بکنم هر شب بیام تو تلویزیون اعتراف اجباری کنم، اگه این کار نشه برمیگردم تو هم جهنمی که ازش اومدم. همون خارج که جهنم. اینجوریه وضعیت داخل. این هم در واقع یکی دیگه از ایستگاهای همین قطار پیشرفت، یکی از ایستگاه‌های قطار معجزه 1004. حالا ببین این قطار پیشرفت الان وارد یک مرحله جدیدی شده، اسمش از کاروان راهیان پیشرفت نورانی. ببینیم با هم. ببینیم پیشرفت نورانی. 20 دانش آموز مدارس استعدادهای درخشان از 10 استان اینجا گرد هم اومدن و قراره در قالب کاروان راهیان پیشرفت نورانی راهی 2 استان خوزستان و هرمزگان بشن. میگه کاروان پیشرفت، کاروان راهیان پیشرفت نورانی. یعنی چی دقیقاً؟ معنیش اینه که سرعت پیشرفت، این قطار پیشرفت خامنه‌ای آنچنان سرعتی گرفته داره سرعت نورم رد میکنه. نورانی دیگه ابعاد نجومی باید برای سرعت. خب حالا با سرعت نورانی کجا داره میره این قطار؟ هدفش ما نفهمیدیم کجاست این قطار. الان میگم اگه دوستان لطف کنن اون تصویر اسکناس 100 تریلیونی زیمبابوه رو بذارن. ببین مهران این یک اسکناس 100 تریلیونی کشور زیمبابوه است که معادل $1. هدف 100 تریلیون بله مال زیمبابوه میشه $1. رئیسی یکی از اهدافش اینه که به احتمال زیاد همین فردا پس فردا جا بشه. قطار داره به این میرسه. بله یکی از نزدیک این اهداف کوتاه مدت تازه. دقیقاً. ببینیم یک کلیپ با هم ببینیم فضای مجازی که همین فضا رو تقریباً به تصویر کشیده. اینا رو هم چنج کنید لطفاً. سوال اینه که اگر که شما رئیس جمهور میشدید اوضاع چی میشد؟ همین اینم بود. نشدید که دلار بشه 5000. خب بابک اگه موافق باشی از قطار پیشرفت بپریم بیرون، بریم یه چرخی تو فضا بزنیم. موافقی؟ موافقم، ولی وقتی میگی فضا من ناخودآگاه یاد پاستور حاجی‌زاده میفتم. این پاستور هیچ موقع اصلا انگار سومش رو زمین نیست، دائما تو هوافضاست. همیشه تو هوافضاست. پس بریم آخرین دستاوردهای رژیم در زمینه هوافضا رو با هم ببینیم. خب اولا این یه قطاع محدود رو، زاویه محدود رو ما کردیم 360 درجه با استفاده از کروزها و پهپادها. ارتفاع فقط بالا بود، الان تا کف زمینم اومده، یعنی 180 درجه، یعنی یه گنبد، یه نیم کره تهدید دارن هر جا که هستن، یعنی از پشت و چپ و راست و بالا و پایین و کم و زیاد اینا مورد تهدیدن. خب اینم که دیگه مخصوصا با این موشک جدید که فعلا اسم ازش بردیم هایپرسونیکه، اینا دیگه چه برترسازی دارن؟ بله یکی باید حرفای این پاستا رو اول ترجمه به زبون آدمیزاد ترجمه کنه. احتمالاً $2 هم سوار همین موشک هایپرسونیک کردن که قیمتش موشکی داره میره بالا. ولی من داشتم به یه چیز دیگه فکر می‌کردم. من به این فکر می‌کردم که دشمنای نظام آیا میدونن تو چه گنبدی گیر کردن؟ از جلو و عقب و چپ و راست همینطوری زیر شلیک کروز و پهپادن. گنبده چیز عجیبی بودا. بله اصلا کدوم دشمن نظام مگه مونده با این موشک‌ها؟ ببین با این موشک‌هایی که هر از گاهی
حاجی‌زاده رونمایی میکنه مثل اون توپ قلقلی بود میزدی زمین میرفت هوا نمیدونی تا کجا نمیدونی تا کجا میرفت. بابا موشک اینا ساختن فقط بهش میگن برو فلانی رو بزن میره میچرخه تا طرفو پیدا نکنه میچرخه، هم دونه میچرخه موشکه تا طرفو پیدا کنه. یا یه مدل موشک دارن خود موشک نمیدونه کجا میره، حاجی‌زاده هم نمیدونه اون کجا میره، دشمن هم که نمیدونه، وقتی این ندونه دشمن هم نمیدونه، فقط میره، فقط همینجوری داره میره، همه دارن نگاه میکنن موشک داره میره. البته این تفسیر شماست دیگه، بذار خودش یه ذره حرف بزنه ببینیم این گنبده چیه داستانش، قضیه چیه، این هایپرسونیکه کجاست. زیرنویس داره صحبتاش، زیرنویس خودش هم قابل فهم نیست صحبتاش. ببینیم با ببینید این موشکی است که در خارج از جو قادر مانور انجام بده، قادر جابجایی انجام بده در جهات مختلف. یعنی موتوری داره که تازه تو 300 400 500 کیلومتری هدف روشن میشه، هر جا که بخوای شروع میکنه به مانور کردن. اونهایی که اهل فنن میدانن، اونهایی که حرفای ما رو میشنون، غربی ها میدانن، نظامی ها میدانن. حالا ما داریم فکر میکنیم، چون ببینید این مانورها رو تو آسمان تو بیرون جو باید بده دیگه، موندیم که اینو چجوری نشون بدیم، چون بیرون جو ما چیکار باید بکنیم. آقا ما نفهمیدیم چی شد. این تا یه رو پیش داشت میگفتش که دشمنا در گنبد این موشک هایپرسونیکن، بعد یهو موشک هایپرسونیک رفت خارج جو، بعد آخه این چه موشکیه که اصلا نمیشه نشونش داد. ببین تو فکر کنی این موشک معمولیه، بابا این موشک ولایت مداره، مثل سربازای گمنام خامنه‌ای هستن، میره خارج جو خودشو گم و گور گمنام میشه. مگه اصلا بیکاره بره دنبال اصلا دشمنا باید خودشونو بزنن به این موشک. این موشک کارهای واجبی داره مثل جهاد تبیین، مولدسازی، سرکوب اغتشاشات. بعد تازه خودش چند وجهیه، دشمنای نظامو میگیره بهشون میگه یا تسلیم میشید یا خودکشی میکنید یا خودمون منفجر میکنه. این چنین موشکی حالا دیگه کم الکی نیست. آره کم پوشان نیست. بسیار خب. چند وقت پیش بابک یه خبرنگاری یه سوالی از بچه شاه پرسید. ما الان اصلا به جواب بچه شاه کاری نداریم، ما فقط میخوایم سوالش رو با هم یه بار دیگه ببینیم و بشنویم که یکی از تلویزیون‌های بقایای ساواک اون رو پخش کرده. ببینیم اول. خیلی میگن اونا که پدرتون رو شناختن میگن که خب خیلی هم اشتباهات اون موقع انجام شده. شما به نظرتون اون موقع چی بوده و الان فرق شما با پدرتون چیه؟ خب بابک نظرت راجع به سوال چیه؟ سوالش خیلی پاستوریزه بود. ما نمیدونستیم که شکنجه و ناخن کشیدن و سوزوندن بدن زندانی و کابل زدن اشتباهاته. شاه خائن اشتباهاتی داشته. بله این اشتباهاتو داشته باش تو با هم کامنت یکی از چماقدارای شاه رو ببینیم و بشنویم که فقط راجع به این سوال ببین چه حرفایی میزنه. من قبلش از بینندگان عزیز به خاطر پخش همین چند ثانیه معذرت میخوام. اولا باید به تو گفت تو خبرنگاری یا رئیس دادگاهی؟ تو اصلا سن و سالت میخوره که بفهمی زمان اعلیحضرت چه خبر بوده؟ بچه توده ای؟ ما که تمام زندگی تو آشغال رو میدونیم، که ما که میدونیم جد و آباد تو کنفدراسیونی بودن، در به داغون آشغال. طرف فقط یک کلمه گفت پدرت اشتباهاتی داشته، این حرفا رو بیزد. وای به حال این که میگفت مثلا پدر جنایتکار بوده. اتفاقا خیلی خوب شد اینو پخش کردید، چون همیشه به این جماعت میگن چرا شما کلیگویی میکنید، برنامه‌تون رو صریح و شفاف برای آینده نمیگید. ببین صریح و شفاف گفت، یک نمایش کامل دموکراسی. بیخود نیست که نفوذیای اطلاعات رژیم با اینا چف میشن، بالاخره همون باز با باز اینجا مصداق پیدا میکنه دیگه. بله دیگه. اصلا از کی تا حالا قرار بوده رعیت اشتباهات شاه و ذل الله و خدایگان اصلا مگه این حرفا رو داریم؟ اصلا مگه اشتباه میکنه اصلا؟ حالا ببین برای اینکه ماسمالی کنن قضیه رو، اون صحنه رو اومدن یکی از چکملیس های شاه رو گذاشتن جلوی بچه شاه تا یک چنین صحنه مسخره‌ای تولید بشه. تعداد زیادی از هموطنان از پدرشون به نیکی یاد میکنن و شما رو توی خیابون‌های ایران فریاد میزنن. به نظرتون نقشتون برای رسیدن این انقلاب، به پایان رسیدن این انقلاب چیه؟ بله بسیار خوب. بینندگان عزیز به پایان کامنت این هفته رسیدیم. متشکریم که همراه ما بودید. شاد و خرم و پایدار باشید. خدا نگهدار.
دکتر شما در جریان مسمومیت دختران دانش آموز هستید؟ ای آقا من رئیس جمهورم، مدیر مدرسه که نیستم. حالا توی مدرسه یه ساندویچ مونده بوده، یه نفر مسموم شده. این آخه مسئله است؟ این همه موضوع مهم و حیاتی داریم ما. آقای دکتر یه مدرسه چیه؟ یه نفر کدومه؟ 400 تا مدرسه است. اولا این شایعات دشمنه، بهش دامن نزنید و توجهی بهش نکنید. ثانیا 400 تا باشه، اصلا 1000 تا مدرسه باشه. من همون کسی هستم که قول دادم سالی 1 میلیون مسکن میسازم. هیچ غلطی هم نکردم. بعد تو من از 400 تا مدرسه میترسونی؟ آقای رئیسی، این همه دختر دانش آموز مسموم شدن. آخه پشت این داستان چیه؟ اولا آقای رئیسی نه و حضرت آیت الله دکتر رئیسی، بگو دهن دادت کنه. ثانیاً اگه دانش آموزا پسر بودن باز یه چیزی. ثالثاً من چه میدونم پشت داستان چیه؟ حتما دست عیادی استکبار دیگه. شایدم اگه حجابشون رو رعایت میکردن اینجوری مسموم نمیشدن. اما از این قضیه بوهای مشکوک به مشام میرسه. خب بو نکن برادر من، بو نکن. وقتی بوی مشکوک میده مگه مجبوری بوش کنی؟ نکنه میخوای مسموم بشی. یعنی شما هیچ راه حلی ندارید؟ چرا نداریم؟ بنده 1000 تا راه حل دارم. راه حل اول اینه که مدرسه های دخترونه رو ببندیم. راه حل دوم اینه که دخترها اصلا از خانه بیرون نروند. راه حل سوم اینه که مدارس دخترونه رو تبدیل به پایگاه بسیج کنیم. تو هر کدومشونم 6 تا طلبه بفرستیم. اینهایی که دارید میگید طرح مقابله با مسمومیت یا طرح مقابله با دخترای دانش آموز؟ ای بابا چقدر شما خنگید، فکر کردم خودم خنگم. مسمومیت خودش طرح ما برای مقابله با دخترای دانش آموز. بابا گشت ارشاد را انداختیم جواب نداد، زدیم جواب نداد، گرفتیم جواب نداد، کشتیم جواب نداد، آخرش رسیدیم به همین. این طرح دانش بنیان ما برای مقابله با دختران دانش آموزه. باز هم سوال دارید یا بگم مسمومتون کنم؟ دوستان عزیز، ممنونم از اینکه این هفته هم با پیک شادی همراه بودید. برای شما هموطنان عزیز گام‌های استوار، قلبی پر امید و حنجره‌ای پرخروش آرزو می‌کنم و امیدوارم که تونسته باشیم خنده رو به لب‌ها و شادی رو به دل‌های شما عزیزان بیاریم. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار. همیشه بخند و سر و ببر از دلا. دوباره بلند شو امیدو ببر کجا. با پرچم بالا هم سفر ما هر بگیر از گویا. از شب